مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. بله، من باید عرض کنم که علل بروز این حادثه دو چیز بود. یک علل داخلی داره که به دستگاه‌های مربوطه برمیگرده و یک علل بیرونی که همون سرنخ‌هایی است که به بیرون وصله که جناب عالی اشاره فرمودید. علل داخلی خب بحث گسترده است اگر بخواد تشریح بشه. عمده‌اش این است که یه امر طبیعی است که اگر یک اتفاق غیر متعارف در زندگی مردم بیفته، خب مردم بخشی ناراحت میشن، اعتراض میکنن، همونجور که در فرمایشات مقام معظم رهبری روز یکشنبه منعکس شد. مردمی که 22 بهمن میان تو خیابان، 13 آبان میان تو خیابان، روز قدس میان تو خیابان، انتخابات میان تو صف وایس میستن، تشییع شهدا میان حماسه خلق میکنن، یه جایی هم به هر حال ناراحت میشن، اعتراض دارن، میخوان دادشون به مسئولین برسونن. این امر طبیعی است، اعتراض هم حق مردمه و پذیرفته شده است. خب چی باعث شد که این اعتراض اتفاق بیفته؟ من فکر میکنم عملکرد نامناسب دستاندرکاران این برنامه بود. خب ما در دولت قبلی قبل از آقای روحانی هم سابقه موضوع رو داشتیم. چند ماه در این زمینه اطلاع رسانی شد، فرماندارها رو بردن 1 ماه آموزش دادن که با این مقوله چجوری روبرو بشن. بعد از 1 ماه آموزش فرماندارها 5 ماه در کشور کار شد، اطلاع رسانی شد، فرهنگسازی شد. یارانه 2 ماه مردم رو ریختن تو حساباشون قبل از اجرای برنامه بدون اینکه امکان برداشت ازش باشه. خب یارانه اون موقع هم 45500 با 50000 و 55000 تومان الان خیلی متفاوت بود. بله. اون موقع معادل 600 700 هزار تومان حالا بود. شما تصور بفرمایید خانواده 4-5 نفره که یک پول سنگین اومده تو حسابش نمیتونه دستم بی پول بزنه. حدود $30 بود آجا. بله بله. حدود $30. خب حالا $30 هم باشه به هر حال میشه حدود مثلا 300-400 تومان. 300-400 تومان. برای خانواده 7-8 نفره رقم خوبی بود یا چند نفره. خب خود مردم اصرار داشتن که چرا طرح اجرا نمیشه. میرفتن میگفتن آقا ما نمیتونیم از این پولمون برداشت کنیم. میگفتن خب طرح اجرا نشده. خود مردم اصرار بر اجرای طرح داشتن. فرهنگ سازی شد، اتفاقی هم تو کشور نیفتاد. هم بحث سهمیه هم بحث قیمت. ولی در این موضوع واقعا کار جدی نشد. حقوق شهروندی رو رئیس جمهور محترم تازه تدوین و ابلاغ فرمودن. ماده 23 و 24 رو ما مرور میکنیم. ماده 69 رو مرور میکنیم. خب اگر بخواد اتفاقی بیفته که زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار بده، توی این مواد اشاره شده، یا امور اداری که بر زندگی اقتصادی مردم تاثیر گذاره، این حق شهروندی است که مردم مطلع بشن. تو قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم هست که اگر تأثیری داره روی اقتصاد باید از قبل به مردم اعلام به مردم اطلاع رسانی کنن. ما در جنگ یه چیزی داریم به نام اصل غافلگیری. آیا مردم دشمن بودن که ما اصل غافلگیری رو در مورد اونها اجرا کنیم؟ خب حق مردم بود مطلع بشن. اگر از 6 ماه قبل اطلاع رسانی میشد که مردم متناسب با این موضوع زندگیشون رو تنظیم کنن، چه اشکالی داشت؟ لذا نوع اجرا، انتخاب بعد زمان، شب عید، شب جشن مردم، سازمان همایش و سمینار وحدت اسلامی در ایران دائره، مهمانان خارجی ما که آمدن پیام وحدت، صلابت، اقتدار، آرامش، امنیت رو از جمهوری اسلامی به دنیا مخابره کنن، ما میبینیم اونا پیام انفجار و دود و آتیش رو با خودشون گیر کنن توی ترافیک مسیرهایی که
احساس ناامنی و خطر جانی بر خودشون میکنن. خب آیا این موقعیت رو انتخاب کردن درست بود؟ طبیعی است که مردم ناراحت میشن. مردمی که حالا ما قبول داریم استدلال این که باید ساماندهی بشه این موضوع درسته، کسی مخالف ساماندهی نیست، ولی ساماندهی که کمترین فشار به مردم بیاد، اونهایی که دارن زائد مصرف میکنن و آسیب میزنن اونها بهره‌مندیشون کمتر بشه. خب اینو کسی درش تردیدی نداره، ولی در مجلس 10 تا طرح مطرح شده بود در این خصوص. بدترین شیوه همین بود که الان اجراش کردن. حاج آقا سلام. البته در رابطه با اون افزایش قیمت بنزین و تغییراتش سناریوهای مختلف، یعنی نگاه‌های متفاوتی وجود داره و بعضی هم میگفتن که این کار نباید بشه به خاطر آثار تورمی و غیره و اینها. اما قبول، اگر شما در خودتون همچین نگاهی رو دارید و این نگاه درستی هم به نظر میرسه، خب چرا بعدش مجلس یه واکنشی نشون نداد، یه کاری نکرد؟ یک شنبه صبح شما جلسه غیر علنی گذاشتید وقتی که حضرت آقا اعلام کردن که من از این رویه حقوقی دارم حمایت میکنم، سران سه قوه تصمیم بگیرن، رویه حقوقی و قانونی است، باید اجرا بشه. اما حضرت آقا نگفتن که دیگه مجلس شورای اسلامی از وزیر نفت پاسخ نگیره، از نمیدونم رئیس جمهور پاسخ نگیره. بالاخره شما ابزار قانونی برای سوال، استیضاح، نمیدونم اینها همه بود که اگر این کارا رو می‌کردید نشون میدادید که اعتراض مردم به گوشتون رسیده، ولی نکردید. مجلس شورای اسلامی هم نکردن. من عرض می‌کنم خدمتتون جمعه که خیلی اتفاقی نیفتاد، شما هم غافلگیر شده بودید، نماینده مطلع نبودن، یعنی ما هم جز هم مردمی بودیم که با اصل غافلگیری با خبر نشدیم. عرض من همین است که اگر واقعا نمایندگان رو توجیه می‌کردن، خب ما هم کمک می‌کردیم به این فضا. من از یکی از کسانی که در همین جلسه شورای عالی اقتصادی هماهنگی امور اقتصادی بودن و عضوان پرسیدم که چرا ما نماینده آباد بیخبر باشیم، چرا طرح نشد مجلس تصمیم؟ گفت خب اگه مجلس می آمد که شما مخالفت میکردید. کی گفت اینو؟ یک کسی از اعضای اون جلسه، یعنی از طرفای دولت دیگه، طبیعی از اعضایی که از سه قوه اونجا شرکت میکنن. خب ببینید این طرح 3 بار آمده بود مجلس، جلسه غیر علنی شده بود، رأی استمزاجی گرفته شد و مجلس مخالفت کرد. لذا غافلگیری تعمداً انجام گرفت و شنبه که این اتفاق افتاد بنده یه طرح 2 فوریتی تهیه کردم که بعد 3 فوریتی چاپش کردیم، یعنی امضا گرفتیم که دولت موظف است بنزین رو به قبل از این حالت برگردونه، جای اول برگردونه. تلفنی هم من امضا گرفتم، تا صبح یک شنبه هم امضاها رو به 90 امضا رسونده بودم که وقتی نمایندگان اومدن قبل از شروع مجلس خیلی امضای زنده فیزیکی کردن این طرح رو. دوستان فراکسیون امید هم یه طرح 3 فوریتی تهیه کرده بودن. عزیزانی از جریان ولایتی مجلس اونها هم یه طرح دیگه تهیه کرده بودن. خب من شنیدم شبش که ممکنه حضرت آقا فردا موضع بگیرن روی مسئله، این طرح رو ثبت نکردم، ولی دوستان دیگه اون 2 طرح رو ثبت کردن. وقتی فرمایشات حضرت آقا پخش شد 3 تا طرح هم تاکید داشتن به این که به حالت اول باید برگردیم. آقا هم فرمودن تصمیم سران سه قوه باید اجرا بشه. نفع مردم در این است که ما تبعیت از امر رهبری بکنیم. امروز هر بدبختی ما تو کشور داریم و هر مصیبتی مردم دارن مال کجروی مدیران و مسئولین از سیاست‌های کلی نظام و به هم زدن اون انسجامه. لذا اینجا ما نفع مردم رو در این میبینیم که 100% تابع باشیم و تابع رهبری باشیم. خب این طرح‌ها کنار گذاشته شد، ولی چیه شو دست بزنیم؟ خب این طرح چیزی نداشته، یه سهمیه است، یه قیمت، جایشو نمیشه کج و راست کرد. لذا این طرح باید اجرا شه. چرا؟ اگر این اجرا نمیشد مردم رو شرطی میکردن، یعنی فردا هر کار درستی در این مملکت، فلسفه این که مقام معظم رهبری ورود کردن یکیش اینه، فردا هر کار درستی در مملکت انجام بگیره یه عده مخالف باشن
میگن خب اگه بریزیم بشکنیم آتیش بزنیم پس عقب نشینی میشه. آقا نگید این حرفو. چرا نگم؟ مردم شریف و نجیب و ولایت مدار و بصیر و آگاهی که میان در مقابل هر طرح درستی که نمیریزن تو خیابون. اگه شما همچنان مردم رو هر شب بخواین غافلگیر بکنین خب مردم میان. نه ببینید، ولی اگر طرح درست باشه مردم قبول میکنن. کما اینکه فرداش مردم وقتی میگن اعتراضات و اختشاشاتشون داره یه سمت دیگه میره وایسادن کنار، یعنی همون مردم بصیری که وای میستن دیگه. به نظر شما اونایی که رفتن کنار، الان رفتن کنار، ضد انقلاب تنها گذاشتن، گفتن نه اشتباه کردیم این طرح درستیه و رفتن کنار؟ نه پذیرفتن. آقا مردم میپذیرن، ولی هر سر این نیستش که ما برای یک منافع بزرگتر، برای امتثال امر رهبری رفتن کنار. خب خدا خیرتون بده، یعنی مردمی که به این سطح از هوشیاری و بصیرت رسیدن در مقابل هر طرح درستی نمیدونن. به نظر شما روز اول و دوم این حادثه، شنبه و یک شنبه، چرا اون حجم از آتش سوزی و انفجار و تخریب به وجود آمد؟ چون ما صف مردم رو از ضد انقلاب و معاندین نتونستیم جدا سازی کنیم. من یه چیز دیگه هم بگم. حالا عرض من تموم شه، یه لحظه اینو تموم بشه. بفهم. ما نتونستیم جدا کنیم. فرمان رهبری که آمد اونا جدا شدن. پس او کسی که مسئله داره میخواد تخریب کنه بر موج احساسات مردم سوار میشه. مانور جمعیتی در این امور اصل کار اوناست و ملات کارشونه. پس اونایی که ذینفعن دقت به حرف من نکردید. من عرض کردم هر کار درستی که در این کشور میخواد اجرا بشه، ولی یه عده ذینفعن و متضرر میشن. اونها میتونن موج آفرینی کنن که اگر بریزیم بزنیم بشکنیم خراب کنیم جمعیتی رو هم بکشیم پس نظام عقب نشینی میکنه. ولی رهبر معظم انقلاب که ورود کردن، مردم تعبدن و برای منافع بالاتر رفتن کنار. خب حالا که مردم رفتن کنار، ما باید مردم رو تنها بگذاریم یا الان اینو اجرا نکنیم؟ آقا وقتی تاییدم فرمودن، یادتونه که وقتی حضرت آقا میرسید به بحث کارشناسی میفرمود من سررشته‌ای در این امور ندارم. معنیش چیه؟ یعنی به من گفتن این طرح کارشناسی شده است، ولی اگر کارشناسی نکردن یا کارشناسیشون غلطه من مسئولش نیستم، خودشون غلط تصمیم گرفتن. درست. بنابراین رهبر معظم انقلاب در کنار همه اصولی که پایبند هستند و بهش معتقدن، 3 اصل رو رهبر معظم انقلاب تاکید کرد. 1 اصل کارشناسی، 2 اصل عدم ورود به جزئیات و دخالت در کار دستگاه‌ها مگر کارت به استخون برسه، 3 حمایت از ارکان نظام و دستگاه‌ها. حضرت آقا چند سال پیش فرمودن من وظیفه خودم میدانم که از همه دستگاه‌ها و ارکان نظام حمایت کنم تا اونا بتونن وظیفه‌شون انجام بدن. این موضوع هم رهبری با همون روال رفتن جلو. حالا این طرح درسته، ما معتقدیم درست نیست، به خاطر اون تبعات رهبری حمایت می‌فرمان، این اصل باید رعایت بشه. ولی چه کار باید بکنیم؟ حالا قبل اینکه چه کار باید بکنیم بشه من عرض بکنم آقا. این نکته رو من عرض کنم بعد برید، بعد توضیحش میدیم. و اون این است که ما فصل بودجه رو در پیش داریم. دولت رو ما باید ملزم کنیم توانبخشی بده به مردم، آثار و تبعات این رو کنترل کنه و هیچ منافاتی هم نداره. ما الان دنبال این هستیم طرح‌های جدید بهتر بیاریم. معنیش نیست اصلا میگیم که مصوبه سران سه قوه قانون، کی گفته هیچ قانونی رو نمیشه عوض کرد؟ لذا ما دنبال این هستیم خدا که کاری کنیم که فشار به مردم کم بشه. خیلی ممنونم. اما یه اتفاقی که میفته آقا، من اینو میگم و بعد یه گزارش ببینیم، اینه که شما نه مجلس شورای اسلامی، نه مسئولین دولتی و نه حتی قوه قضاییه با مردم حرف نزدن. خودتونم بگید یهو مردم غافلگیر شدن و از روز یک شنبه هم که حضرت آقا سنگری شدن حضرت آقا که همه برن پشت آقا وایسن میگن دستور رهبری بود. دستور رهبری در رابطه با تصمیم گیری سران سه قوه بود، اما قوه مجریه که سران سه قوهش یکی از اونها بوده هیچ وقت نگفت من رو چه استدلالی به این موضوع رأی دادم. قوه قضاییه گفت آقا این موضوع مورد نظر نبوده، اختلاف نظر بوده، اما تصمیم بوده که شده.
دولت هم که هیچ موقع نگفت. یعنی شما از دولت اگر یک کلام شنیده باشید که بگن آقا این کار چرا شده یا نشده باشد نیست، فقط همه این گفتن که رهبری گفتند این کار بشود و باید بشود. این یعنی خرج کردن از مقام رهبری. این یعنی اینکه ما همه کارهای خودمون رو حتی وظایف ذاتیمون رو میندازیم گردن رهبری و بعد از ایشون خرج می‌کنیم. این کار غلطی بود و همچنان هم داره انجام میشه. و نکته بعدی هم که دارم اینه، یکی از دلایلی که اعتراضات جنبه اغتشاش گرفت و فرصت به ضد انقلاب داد اینه که ما به نمایندگان رأی میدیم که من توی مجلس برای اینکه تصمیم بگیرن، اما روزی که مردم اعتراض داشتن یک نماینده مجلس، یک فرماندار، یک نفر نرفت وسط مردم وایسه و توضیح بده. امام جمعه بوشهر رفت و با مردم صحبت کرد، مردم قانع شدن، بخشی از مردم، اما یک نفر از شما نمایندگان محترم نرفت قاطی مردم، همین نمایندگان همین شهر رو بره بگه آقا مردم اعتراض دارید، من نماینده شما میشنوم. وقتی که اعتراضی مسموع نباشه جنبه‌های ناراحتی به خودش میگیره. اعتراض مردم در مجلس شورای اسلامی مسموع شد؟ بله. چه جوری شد اونجا؟ خدمت مبارکتون عرض شود که این که فرمودید مجلس کاری نکرد، ما اون طرح دو فوریتی بعد از مشخص شدن موضع مقام معظم رهبری اون رو کنار گذاشتیم، اما همون روز به همین دلیلی که شما به زیبایی اشاره فرمودید جناب آقای مروی که به هر حال رهبری رو ما هزینه کردیم، به همون دلیل ما اقدام دیگری کردیم. من حرفم اینه شما یه اقدام دیگه هم کردین که به سرانجام نرسید. یه استیضاح رو هم شما دنبال کردین. عرض میکنم. آره. عرض من این است که ببینید ما معتقدیم که رهبری حمایت کرد که این آب بریزه روی این آتش و مشکل کشور حل شه. یعنی رهبری خودش رو قربانی و ترکش گیر کرد به خاطر سوء تدبیر دیگران. اگر دیگران کارشناسی درست میکردند و میبردن خب رهبری تایید میفرمود. چرا این کارشناسی رو که برای کشور بحران سازه اینا ببرن تا طبق اون سیکل رهبری تایید کنه؟ لذا ما معتقدیم بزرگترین جفا به مردم هزینه کردن رهبری است. این درسته. و اما همون روز من معتقد بودم خب کی این کارو کرد که رهبری هزینه شد؟ سران قوا، جناب آقای رئیسی که مشروط امضا کرده بود. دو قوه اساس کار بودن که اصل دولت و دوم مجلس. حرف ما این است، من همون روز استیضاح آقای رئیس جمهور رو که از اسفند ماه شروع کرده بودم و خورد خورد می آمدیم جلو، بعضی هم به نگرانی های امضا نمی کنن، همون روز ما ازدیاد امضا کردیم و به جریان انداختیم، همون روز یک شنبه. و دوم طرح استیضاح رئیس مجلس رو، حرف ما اینه، رئیس محترم مجلس وقتی میره یه جایی توی مجامع شرکت میکنه که سران هستن، شورای انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، جلسه سران قوا، حضورش از حیث شخصیت حقیقیش یا شخصیت حقوقی؟ حضور شخصیت حقوقیه. وقتی این طرح 3 بار در مجلس رد شده با رأی استمزاجی، به چه حق رئیسی این قوه که رد کرده باید تو جلسه سران قوا به این رأی مثبت بده؟ پاسخ آقای لاریجانی چی بود؟ عرض من اینه، کارشناسیش هنوز پاسخ ندادن و ما فردا احتمالاً جلسه غیر علنی داریم که این سران صحبت کنن. عرض من این است یه جمله بگیم و یه تنفسی تو گفتگو بگیم. یک جمله رو من عرض کنم. عرض من کارشناسان واقعی مردم، اتفاقاً ما نمایندگان مجلسیم، چون هر روز در بدنه جامعه من وقتی طرف میاد دفترم میگه آقا من امشب میخوام برم خون، کارگرم سر میدون بودم تا شب وایستادم، نه تنها پول کرایه‌مو ندارم، پول یه نون خالی که ببرم خونم ندارم. اگه من نماینده مجلس در جریان قرار میگرفتم اجازه نمیدادم تصویب شه تا یه طرحی که مشکل این مردم رو حل کنه. درست چه عجله‌ای داریم که ما این کار رو شتاب زده انجام بدیم؟ خیلی ممنونم، متشکرم حاج آقای ذوالنور از این گفتگو خیلی شفافی که با هم داشتیم. یک تنفس رو توی گفتگومون بدیم و بعد برمیگردیم باز بحث رو با آقای ذوالنور پیگیری می‌کنیم. امنیت رکن جدا نشدنی هر جامعه است.
آنچه جامعه را زنده و پویا نگه می‌دارد تا انسان‌هایش بتوانند در فضایی امن و ایمن به رشد و بالندگی برسند، مرهون تلاش شبانه روزی نیروهایی است که جانشان را کف دستشان گرفتند و برای حفظ آرامش این مردم از آرامش خود دست کشیدند. چرا که این روزها اتخاذ یک خط مشی واحد و آرامش بخش برای رفع نگرانی‌های مردم و ایجاد زمینه گفتگوی آرام و همه جانبه بیشتر از هر زمانی ضروری و کارساز است. نباید از یاد برد در کنار آسیب‌های زیادی که متوجه شهروندان شد، کسان زیادی هم بودند که برای حفظ آرامش مردم و جامعه از جان گذشتند تا مردم این کشور بار دیگر رنگ آرامش را به چشم ببینند. خب متشکرم از همراهیتون با برنامه تهران 20. کلی پیامک داشتیم و کلی از صحبتایی که گفتیم و ما در حین صحبتمون با آقای ذوالنور بهش پرداختیم. حالا اگر فرصت شد میپرسم اون دو تا موضوعی هم که اول بحث گفتم، یعنی اینترنت و این بحث سبد معیشتی حمایتی هم حتما خواهم پرسید. خب آقا این از ابعاد داخلیش حالا تا یه حدی در این فرصتمون بازش کردیم. در حوزه بیرونی ماجرا رو هم بفرمایید که چه شواهدی پیدا شد از مداخلات بیرونی و برنامه‌هایی که بیرونی‌ها داشتن؟ کاش من یه ساعتی وقت داشتم و آنتن شما اجازه میداد. میگه خیرالکلام ما قل و دل. آقا بعد از همین بگید. عرض من مردم عامل داخلی عده‌ای باعث شدن ملات و هیزم این بحران رو درست کردن با سوء مدیریت که مردم اعتراض کنن، حق مردم هم هست. تاغاری بشکند ماستش بریزد، جهان گردد به کام کاسه لیسان. اونهایی که مقرضن و کار کردن، از سیمای جمهوری اسلامی پریشب بود که پخش شد که آمریکا 1.5 سال در آموزش این براندازها کار کرده. دشمن طراحی کرده بود، دیده بودن برای پایان دیما و اوائل بهمن ماه که بحران رو در کشور درست کنن. یعنی طراحی کرد. بله طراحی کرد، ما اطلاع داریم. این اتفاقی که افتاد اون موضوع رو جلو انداخت. یعنی هول شدن یا هول شدن و آمدن جلو، از این بستر استفاده کردن. خب مقام معظم رهبری آب و ریخ آتش و این صف جدا شد. وقتی این صف جدا شد، خب ما میدونیم حتی ما از بندر ماشر روزانه 3000 کامیون کالاهای اساسی مردم وارد کشور میشه. جاده عسلویه رو بستن، کانال کرده بودن، سنگربندی کرده بودن، هر ماشین رد میشد تیراندازی میکرد، رگبار میبستن که بتونن گاز و نفت و بنزین رو به سمت مردم قطع کنن. بندر ماشر 3 تا شهرکش رو چنان بحرانی کرده بودن که شهرک شهید چمران ماشر سنگربندی کرده بودن، با تیربار با نیروهای ما میجنگیدن. خب اینا مردمن؟ کسی که اتوبوس آتیش به مردم فردا بیشتر تو این سرما میخوان تو صف اتوبوس بمونن، چون بضاعتی نیست که فوراً جبران کنه. بانک آتیش بزنن. 900 پمپ بنزین در کشور آتیش زدن. خسارت کلی کشور چقدر؟ هنوز برآورد نشده. فروشگاه مردم، کارگاه، زندگی، بانکی که زیرش آتیش زدن بالاش زندگی میکردن، مردم فرو ریخته. ما داشتیم آدمایی که الان کالبد شکافی شده، پزشک قانونی بررسی کرده، میبینید طرف داخل جمعیت قلبش جمجمش با کلت از فاصله 7 متری تیر خورده. اون ما کسی دستگیر شد در اطراف بهارستان مسلح که محل اختفاء 50 کلت رو لو داد. یه پایگاه بسیج رو 50 نارنجک اشکاور زدن تا بتونن تسخیر کنن. خب ما اینا آموزش دیده بودن، تیم‌های 4 نفره تا 8 نفره که اینا مأمور بودن، خمیرهای خاصی داشتن که وقتی به ستون یا دیوار می‌زدن، دیوار رو میشکافت، ستون رو از کار مینداخت، تخریب میکرد. تیم‌هایی که بشمارسه بتونن قفل رو بشکنن برن تو. یه تیم میومد این کارا رو انجام میداد، تیم بعدی میومد کار بعدی رو انجام میداد. طرف میومد تو خیابان یک شعار رو جلو ماشینا رو میگه، همین که 40-50 تا آدم جمع میشد جیم میشدن و راه میشدن از داخل جمعیت میرفتن پایگاه بعدی رو. مثلا ما روز یک شنبه فقط در تهران 147 نقطه درگیر داشتیم، با اینکه درگیری‌ها به داخل تهران خیلی نکشید. در سراسر کشور در یه روز ما 800 نقطه درگیر داشتیم که توان نیروها رو تقسیم کنن و این آموزش دیده بودن. موتورسواراشون خیلی ها مسلح بودن
و اینا شناسایی شدن الان؟ خیلی هاشون شناسایی شدن، بخشی دستگیر شدن. کشته سازی یکی از شگردهای اینها بود برای به هیجان در آوردن مردم. خب اتفاقات اینجوری بود، یک کلانتری که 200-300 قبض بیشتر و کمتر از 2 دقیقه وقت داره. تسخیر کلانتری ها رو دنبال بودن. اگر کلانتری تسخیر بشه 300-400 قبض اسلحه بیفته دست آدم های جانی، اینجوری چه اتفاقی میفته؟ و من اینجا اشاره کنم قطع اینترنت بعد از این تصمیم و فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار کمک کرد که اون سازماندهی از قبل تهیه شده به هم بریزه و این آشوب جمع شه. خب هر چی هم این آشوب داره محدود میشه با مانوری که الحمدلله انجام شد که شبکه ملی ما تا حدودی پاسخ میداد. الان خب اینترنت خانگی بعضی از استانهای ما وصل شده. کم کم حالا شاک و شورای امنیت کشور قطعا نسبت به این موضوع تصمیم گیری میکنه که در چقدر سبک بشه این فیلترینگ، در یه جاهایی رفع بشه یا استمرار پیدا کنه. تو جلسه بعدی شورای امنیت کشور در این خصوص تصمیم گیری میشه، چون در اختیار یه وزارت خونه نیست، شورای امنیت باید تصمیم بگیره. و اما اون موضوعی هم که فرمودید بحث یارانه ها، چون وقت کمه من اشاره کنم، خیلی ها نگرفتن. یعنی دولت گفت 3 مرحله میدم، 50 یه خانواده 1 نفره 2 نفره هم چی بعد تو این لابلا یک عده میگرفتن میگفتن شاید تو مرحله بعد دومتون برسه، شاید ما نیستیم. آخرش به خیلی ها نرسیده. امروز در نطق‌ها و تذکرات نمایندگان مجلس پررنگی موضوع مطرح شد. شما از کی مطالبه میکنید؟ فردا ما از دولت که میان مجلس برای بررسی اصل موضوع، ما به جد از دولت مطالبه میکنیم سازمان برنامه بودجه تو این زمینه پاسخگو باید باشن و یقینا ما این رو انشالله دنبال میکنیم که فشار به مردم نیاد و همین چیزی هم که حالا خیلی هم کمک زیادی نیست ولی همین هم تأمین بشه که مشکل پیدا نکنن. یه قولی از شما میتونیم بگیریم به عنوان نمایندگان مجلس که حداقل این یه دونه مرتب و شفاف و قشنگ بیاد جلوی چشم مردم که چقدر الان اون سامانه‌ای که اعلام کرده بودن که مردم کد ملیشون رو بفرستن، این سامانه هم که امروز اعلام کردن که خدمات رسانیش متوقف شده و کار نمیکنه و بهش اعتماد نکنه. الان دیگه واقعا مردم نمیدونن که بالاخره به ما داده میشه نمیشه. و من کلی از دوستانمون که مثلا زحمت میکشن راننده هستن، اینا به من امروز میگفتن که آقا اصلا بابا نرسیده. دیگه اینا مشخصه کسانی که بازنشسته‌اند دارن کارهای خدمات اینطوری انجام میدن احتمالاً باید مشمول بشه. من صدها پیامک و تلفن تو زمینه امروز داشتم. خب چیکارش می‌خوایم بکنیم؟ پیگیر هستیم که از دولت مطالبه. این 2 بخش داره. یه بخشش پیگیری و مطالبه گری ماست، اینو ما شفاف و مصرانه پیگیری میکنیم. یه بخشش پاسخگویی دستگاه مربوطه است که دولته. خیلی جاها دولت پاسخ شفاف به ما نمیده، لذا وقتی هم میخوایم بریم سراغ یا استیضاح یا سوال، بعضی میگن آقا سیاسی کاری دارید میکنید. خب به هر حال اینجا مردم هم طرف نون شب نداره بخوره، زندگیش همینه. عوارضش رو اضافه شدن پول بنزین ایجاد کرده و سهمیه بندی، ولی از این ور به هر حال این توانبخشی ما دچار اختلاله. اینو ما باید از مردم مطالبه. این کنترل قیمت ها رو چجوری دیدید؟ یعنی موفق بود دولت؟ ما 3 شنبه با دستگاه‌های مربوطه و وزارتخونه‌های مربوطه که در این زمینه باید پاسخگو باشن، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، یه جلسه داریم. وزارتخونه‌های مربوطه رو دعوت کردیم و دستگاه‌های مختلف که مکانیزم کنترل قیمتشون رو به ما اطمینان میدن. نشده ها، یعنی 3 شنبه ان شاءالله پس فردا. خب ما فقط 1 دقیقه فرصت داریم برای یه جمله پایانی. شما که اینقدر خوب توضیح دادید ماجرا و اینها رو، بفرمایید که فردا که مردم میان توی تهران راهپیمایی میکنن چه اثری برش مترتبه؟ یعنی چه جوری آبی میشود بر آتش ضد انقلابی که میخواست خانمان بعضی از مردم رو بسوزونه؟ حضور مردم در خیابون 1 اعلام بیعت با رهبری و دفاع از ارزش‌های انقلاب و نظام و مملکتشون هست. 2 یه پیغام داره برای دشمن و ضد انقلاب که ممکنه شما یه مقطعی از عواطف و احساسات و هیجانات ما استفاده کنیم، ولی همین که دست تو رو شناختیم قطع میکنیم. 3 این حضور بی معنی نیست که مردم اعلام رضایت میکنن از مسئولین، یعنی مردم مطالبه گریشون از مسئولین دارن و ما هم به عنوان نمایندگان مردم این مطالبه گری رو
از زبان اونها و به نمایندگی اونها انشالله ادامه انشالله. و ما هم به نمایندگی از مردم، از شما نمایندگانی که فردا و پس فردا میخواین جلسه بذارین همینطور پیگیری میکنیم. فردا دقیق به ما بفرمایید که دولت داره چیکار میکنه، چون مطمئن باشید ما فردا شب احتمالاً خدمتتون تماس میگیریم که بالاخره این اتفاق چی شد، شما نمایندگان از این مسئولین پرسیدین، جوابش رو روشن و مشخص به مردم بدین و اگه از مردم که خیلی بهشون نرسیده باید چیکار بکنن، اینم یه راه حل حتما بگید.